ما یه ماشین داریم، میخوایم رینگ های لاستیک رو به رنگ دیگه ای تغییر بدیم. این رینگ ها قبل از تغییر رنگ هستن که الان مشاهده میفرمایید. حالا با هم بریم که با رنگ گلد دوپلیکالر اینو رنگ بکنیم. البته رنگ گلد که میگم منظور رنگ طلایی نیست، رنگ دوپلیکالر هست، مدل گلد که الان همونطور که مشاهده میفرمایید رنگ باید تیکه تیکه اسپری بشه. یک دست سرش رو نمیگیرید همه رو رنگ کنید، پیس 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 اینجوری تیکه تیکه میزنید که شره نکنه. این حالت نهایی کار هستش. مقایسه دوتا رینگ رو در کنار هم میبینید. کالیبر ترمز رو هم بهتره که رنگ بکنیم تا جذابیت خاصی به لاستیک و رینگ لاستیکمون بدیم. اولش با مولتی اویل تمیزش میکنیم تا گرد و خاک و کثیفی ازش پاک بشه و بعد با اسپری فلورسنت رنگش میکنیم. باز مثل همون سری قبل پیس 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 پیس، یعنی تیکه 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 فشار میدیم ول میکنیم، فشار میدیم ول میکنیم تا اسپری شره نکنه و حتما هم در جاهایی که نمیخواید رنگ بخوره یه برچسب بزنید. این هم قسمت نهایی کار هستش که همونطور که میبینید رینگ خیلی جذاب شده، خیلی خوش رنگ شده و کالیبر ترمز که به صورت رنگ فلورسنت در آوردیم خیلی به جذابیت این لاستیک اضافه شده. بعضی از دوستان میپرسن این اسپری با کارواش از بین نمیره؟ توی این ویدیو کاملا مقاومت اسپری رو در برابر جت آب میبینیم.